اما یه نقطه برادرمون به من داره نگاه میکنه، تو خاطر خودم هم بود که تذکر بدم، و اون صدای زن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودن که زن عورت است. درسته؟ حجاب ستر است، زن عورت است. اگه زن عورته، صدای زنم خیلی وقتا عورته، اما نه همیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند که هیچ مردی حق نداره خودشو به شکل زن یا ادای حرکت‌های زنانه رو داشته باشه، و هیچ زنی هم حق نداره که خودشو به شکل مرد یا ادای حرکات مردانه رو داشته باشه. بعد میگه خدا و رسول خدا لعنت کردن مردی که خودش را به شکل زن و زنی که خودش رو به شکل مرد در بیاره. تشبه لعنت کرده، یعنی از رحمت خدا به دور. خدا لعنت کرده و رسول خدا صلی الله علیه وسلم. اما امروز خیلی مردا هستن که لباس زنانه میپوشن، خیلی مردا هستن که دیگه از زنها هم آرایششون کاملتره. مردانی هستن که ابروشون رو برمیدارن. تو تلویزیون نگاه نکرده همینایی که فیلمای کودک بازی میکنن؟ دیدید که اسمشون رو من نمیدونم، ابروهاشون رو نگاه کردید؟ خیلی از مردا هستن موهای سینه‌شون رو با مواد خاص میزنن. آرایش میکنن، بند میزنن. این دیگه خب دیگه میدونید که چی دارم میگم. و خیلی از زنها هستن که لباس مردانه میپوشن. و الان رسمه که خیلی از زنهایی که خودشونو به شکل مرد در میارن میرن پیش طبیب و پزشک، یک سری جراحی هایی میکنن، سینه هاشونو بر میدارن. طب چقدر بی ارزش شده. من همین سفر قبلی که تهران بودم تو رمضان دیدم خیلی از زنا بینی هاشون تو فرودگاه که می آمدن کسب زده بودن، یه مورد، دو مورد. بعد دیدم نه یک مورد، 10 مورد و 20 مورد. و سبحان الله. بعد که متوجه شدم سوال کردن، گفتن اینا ظاهرا جراحی پلاستیک میکنن، یعنی به بینی خودشون که خدا دادیه. خیلی چیزای دیگه که آدم شرمش میاد. اما صدای زن حق نداره صداشو شبیه مرد کلوف بکنه. درسته که گفتن که زن نباید با صدای نازک و اشوه و باریک غیر طبیعی جواب مرد بده، حالا چه تو تلفن، چه پشت در، چه تو اماکن عمومی که میره، تو مدرسه، دانشگاه، جاهای دیگه. در خانه حق نداره صداشو بیش از حد کلوف بکنه که شبیه صدای مرد باشه. این خودش یک نوع تشبه هست. اما حق هم نداره صدای طبیعی خودشو دوباره تبدیل بکنه و نازکتر و باریکتر با اشوه از اون صدای طبیعی خودش. اگه کسی زنگ تلفن زد تو خونتون، مرد خونه نبود، زن با همون صدای معمولی خودش بدونه که خنده بکنه، اشوه بکنه، صداشو باریکتر بکنه، جواب تلفن بده. کیه؟ همون صدای طبیعی خودش. ببخشید شما، نه فلانی خونه نیست، تمام شده رفت. اما قهقه بزنه و بخنده و اشوه بکنه و صداش باریکتر بکنه و این اشکال فنی داره. این او رو در معرض خطر قرار میده.